بر شما جناب یزدانی عزیز، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. درود و عرض ادب خدمت شما و همه مردم خوب ایران. در خدمتتون هستم آقای ادب. خواهش میکنم. جناب یزدانی، تیم ملی فوتبال ایران در مقابل قطر شکست خورد و حسرت رسیدن به فینال رقابت‌های آسیایی و همچنین قهرمانی در این رقابت‌ها بیش از نیم قرن خواهد شد. نظر شما در مورد آخرین مسابقه‌ای که برگزار شد، رقابت بین ایران و قطر، چی هست؟ عرضم به حضور شما در صورت باید برای موفقیت برنامه‌ریزی کرد و برنامه داشت و سیستم محوری نقش اول رو در موفقیت برگزار میکنه و اگر هم قطر امروز برای دومین بار در واقع شانس قهرمانی در آسیا رو میتونه پیدا کنه و در فینال هست، این موفقیت ها شانسی نیست و براش برنامه‌ریزی شده و بدون برنامه‌ریزی همیشه همون 50 سال 60 سال 40 سال 100 سال یک بار یک شانسایی به وجود میاد که به عنوان یه اتفاق میتونیم تلقیش کنیم و میتونیم قهرمان بشیم، اما اگه برنامه‌ریزی نداشته باشیم قطعا همیشه مشکل خواهیم داشت. و امروز هم در واقع تیم ملی ایران ضربه چیزشو خورد، برنامه‌ریزیشو خورد و از اینکه در واقع اون ساختار تیمی ساختار مناسبی نبود و من در طول برنامه سعی میکنم که اطلاع بدم و راجعش صحبت کنم. آمدید. بسیار عالی و ممنون میشم. در مورد عملکرد دفاعی تیم ملی به صورت کلی در این رقابت‌ها، از ابتدای رقابت‌ها تا حالا این بازی آخر با قطر توضیح بفرمایید، برای اینکه کم شکننده به نظر می اومد. ما راجع به عملکرد دفاعی تیم باید صحبت کنیم، نه فقط خط دفاعی. به نظر من تیم ملی ساختار دفاعی مناسبی نداشت و در تمام بازی‌ها ما شانس‌های زیادی رو به تیم‌های دیگه دادیم و امروز قطر رو خب هر کارشناس یا مربی فوتبالی آنالیز کنه، ما میدونیم که قطر 2 تا بازیکن خطرناک دارن به اسم موزلی و اکرم عفیف. درست خدمتتون عرض میکنم؟ بله اوکی. شما امروز اکرم عفیف 1 2 3 4 14 بار ما اجازه دادیم به اکرم عفیف در محوطه جریمه ایران و کنار محوطه جریمه ما 14 بار اجازه دادیم که ایشون صاحب توپ بشه. 1 بار پاس گل داده، 1 بار گل زده عرضم به حضور شما و چیز کرده و موقعیت‌های خطرناکی درست کرده و بارها در ضد حملات هم چیز بوده، در واقع در بازی 1 در مقابل 1 در مقابل تیم ما قرار گرفته. خب این نشون میده که تیم ملی ما متاسفانه آنالیز خوبی از تیم ملی قطر و سبک بازی قطر نداشتن که من اینجا گل اول، دوم و سوم تیم قطر رو روی صفحه مانیتور خدمت شما نشون میدم. این گل اول تیم ملی قطر هست. ببینید ما از ساختار دفاعی صحبت میکنیم. موقعی که از ساختار دفاعی صحبت میکنیم ما دفاع انفرادی بحث اولمون است. در دفاع انفرادی ما بحث تأخیر در حمله رو داریم که ما اجازه ندیم که حریف سریع حمله کنه، راحت دریبل نخوریم و بعد از اون ما میخوایم در دفاع انفرادی مطمئن باشیم حریف رو مجبور میکنیم به جاهای ضعیف در واقع توپش رو ارسال کنه، سانت کنه، پاس بده، مثلا پاس بک باشه. خب اینجا ما ببینیم اینجا قطر 4 تا بازیکن در این تصویر، گل اول قطر هست دقیقه 16 و 41 اگه اشتباه نکنم. بله 16 و 41. بازیکن خطرناکترین تیم و بهترین بازیکن شاید این تورنمنت اکرم عفیف و بهترین بازیکن تیم قطر به راحتی صاحب توپ میشه. ما اینجا 4 تا بازیکن قطر رو در محوطه جریمه میبینیم، اما 9 تا بازیکن تیم ایران داره. موقعی که راجع به ساختار دفاعی صحبت میکنیم، حالا بعد از دفاع انفرادی باید بیام توی دفاع کلکتیو دیفندینگ، دفاع گروهی. دفاع گروهی شما ببینید ما در دفاع گروهی اینجا واقعا 4 تا بازیکن نزدیک به اکرم عفیف هست،
یک بازیکن نزدیک به اکرم عفیف نبود که مجبور کنه اینجا اکرم عفیف رو که بره به این بر به سمت پشت دروازه ایران کنه این بازیکن رو، و یا اینکه توپ رو به این عقب بده. خب اینجا ببینید باز دفاع وسط ما داده و آقای شجاعی یه مهاجم حریف اینجاست، اون مهاجم حریف هم در اون منطقه یارگیری نشده و مارک نیستش. یکی از بازیکن‌های دیگه ماعز علی اینجاست، باز ما 4 تا بازیکن روی یه خط داریم، این بازیکن یارگیری نشده. حالا این بازیکن رو میگیم منطقه ضعیف زمین هست، زیاد مهم نیست، دفاعمون شیفت شده به این ور جمع شده که تجمع رو درست کنه، برتری عددی رو درست کنه توسط آقای رضاییان. این بسیار عالی و اما اینجا ببینید بازیکن آزاد و این بازیکن رو اجازه میدیم به راحتی توپ رو برگردونه جریمه روبروی دروازه که جای خطرناکی هست و بعد می‌بینیم که خب دوباره ما از نظر کار دفاعی چقدر ضعیف عمل کردیم. ما چیز نداریم، هیچ بازیکنی اینجا نیست، یعنی هیچ کدوم از مهاجمای ما، سردار آزمون و طارمی در این بازی در واقع یکیشون باید نقش اینو می‌داشتن که زمانهای دفاع برگردن و بتونن کمک کنن، یا لازم نیست که سامان قدوس، امید ابراهیمی، عزت اللهی، جهانبخش یا بقیه همه اونجا باشن. مثلا جهانبخش میتونه اینجا باشه، امید ابراهیمی میتونه اینجا باشه که اگه این توپو به اینجا اومد به این راحتی نتونه شوت بزنه و اون اتفاق بیفته توپ برگرده بره بالای سر آقای برانبر و تبدیل به گل بشه. این گل اول که سازمان دفاعی تیمه. گل دوم شما نگاه کنید، باز هم سازمان دفاعی تیم هست که ما نوع دفاع کردنمون اشتباه روی گل دوم. باز اکرم عفیف شما می‌بینید از اینجا، از این کنارها لب خط ثابت توپ میشه، به راحتی میاد تا اینجا، هیچ فشار هیچ پرسی روش نیست، میاد تا اینجا. بعد اینجا شما ببینید یک مربع ما دور اکرم عفیفه یا عفیف اکرم، آخر من نفهمیدم. یه مربع، یه مربع ما دور این بازیکن داریم. ولی خب این بازیکن راحتی شوت میزنه زاویه مخالف و این توپ تبدیل به گل میشه، در حالی که ما 4 تا بازیکن داریم اینجا اما اصول دفاعی رو رعایت نکردیم. یعنی نه پرس داریم، کسی از جلو پرسش نمیکنه، کسی هم از پشت پوشش نمیده، کاور نمیکنه براش، که اینا اصولای اولیه دفاع گروهیه: پرس، کاور، بالانس. تیم ما اینجا رعایت نمیشه. اوکی. این گل دوم تیم قطر که باز هم در واقع دفاع فردی و دفاع گروهی هست و تعادل تیمی. شما باید در هر صورت در جریان بازی، یک بازی به این مهمی، خیلی مهمه که تعادل تیمیتون رو حفظ کنید. اگه تعادل تیمی حفظ نشه تیم فنا خواهد رفت. گل سوم قطر رو تماشا کنیم. این گل بود. این گل یکی از گل‌هایی بود که واقعا به قول این انگلیسی‌ها هارت بریکینگ، یکی از گل‌هایی که قلب آدم درد می‌اومد. بعد از این همه اشتباه که در واقع در این بازی افتاده، من دنبال یک دونه عکس به پیدا کردم. اوکی، این عکس رو گرفتم اینجا. این نشون میده که واقعا چقدر سازمان تیمی ایران ضعیف بود. تیم ما به هیچ عنوان در طول مسابقات بالانس نبود، تعادل لازم رو نداشت. یعنی ما نه سازمان تیمی خوبی داشتیم، نه تعادل داشتیم در دفاع، نه بالانس بودیم. عرضم بزرگ شما ببینید اینجا باز عفیف اکرم یه بازیکن، بهترین بازیکن این تیم، صاحب توپ هست. 1 2 3 4 تقریبا 5 تا بازیکن ما جمع شدن به اون منطقه‌ای که توپ هست و منطقه خطرناک هم نیست. یعنی یک بازیکن میتونه اینجا، عزت اللهی هست، کافیه. اینجا ما نیازی به در واقع آقای کنعانی زادگان نداریم، میتونه برگرده بیاد اینجا، به جایی که اینجا ما 2 در مقابل 2 باشیم. ماعز علی و وینگر راست تیم قطر اینجا هست و 2 تا دفاع ما، حاج صفی و شجاع خلیلزاده. ما میتونیم اینجا، باید کنعانی زادگان اینجا باشه، برتری عددی درست کنه، یا باید اینجا باشه، برتری عددی درست کنه. عزت اللهی باید یه ذره شیفت باشه به این وسط و اینجا یه بازیکن کافیه با اکرم عفیف، جهانبخش و
عزت اللهی یا رامین رضاییان و عزت اللهی کافیان. این دو تای دیگه باید بیان اینجا برتری عددی درست کنن، در حالی که ما منطقه خطرناکترین منطقه زمین که محوطه جریمه و جلوی دروازمون هست رو متاسفانه یارگیری نکردیم. اینجا یارگیری نشده و اکرم عفیف با اینکه ما نفر داریم، نفرامون به اندازه، یعنی نه کسی پرس میکنه درست اکرم عفیف رو، نه کسی پوشش میده و این بازیکن در ادامه روی گل سوم سانت میکنه و ببینید بعد چه اتفاقی میفته. باز هم ساختار دفاعی هست. موقعی که این ارسال انجام میشه و توپ برمیگرده چیز هستش، هافک تیم قطر خالی هست و تنهاست. این محوطه یک خلای بزرگ در این منطقه هست، شوت میزنه و باز ببینید ساختار دفاعی، دفاع انفرادی، ببینید من مارکینگ از اون دفاع انفرادی میاد که شما ببینید معز علی یک گلزن خطرناک است، ما به خوبی میشناسیمش، شجاع. همه بچه‌ها انگلیسی میگیم بال اورینتد توی فارسی نمیدونم چی میگیم بهش، توجه و معطوف به بال هستن، همه به توپ دارن نگاه میکنن، همه دیسترکت میشن، حواسشون پرت توپ میشه و این یک شوت ضعیف و ناقص هست، نمیخواست پاس بده. این وسط میاد جایی که ببینید باز منطقه خطرناک، شجاع خلیزاده معز علی رو مارک میکرد، یعنی موقعی که این توپ سانت میشد شجاع خلیزاده باید اینجا میبود، کنعانی زاهدان باید نزدیکتر میبود، حاج صفی باید این بازیکن رو مارک میکرد و ما میتونستیم موقع این هافبکمون هم جلوی اینا باشه. اما به راحتی این فضاها رو در اختیار تیم قطر دادیم. این شوت ناقص وسط راه توسط معز علی قطع میشه و گل سوم تیم قطر هم اینجا به دست میاد. صرفاً برتری عددی هست اینطور که شما فرمودین. فقط برتری عددی است، یعنی ساختار دفاعی ما ساختار دفاعی بسیار ضعیفی است و در ادامه حالا شما ببینید یک جای دیگه دقیقه در تکمیل صحبتاتون رامین رضاییان آفساید پر کرده بود توی همین تصویر. اونا اتفاقاتیه که ببینید میتونه مثلا همیشه بیفته. شما مثلا میتونید چی میگم بهترین بازی بهترین ساختار هم داشته باشید، یه بارم آفساید پر کنید و با همون یه بار که آفساید پر میشه یه گل هم بخورید و بازی رو ببازید. اما این اتفاق به دفعات در طول تورنمنت اتفاق افتاد. یعنی این عکسایی که من گرفتم، این توضیحاتی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم، به دفعات در طول این تورنمنت اتفاق افتاده و اینا چیز نیست، اینا شانسی نیستش. و الان باز ببینید اینجا یه صحنه دیگه هست که ساختار دفاعی و نظام تیمی ما رو نشون میده. شما ببینید باز منطقه خالی، وینگر ما برنگشته، این بازیکن آزاد هست، ما باید وینگرمون زمان دفاع کردن در این فضاها باید حضور داشته باشه. در چنین تورنمنت‌های جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، جام باشگاه‌های آسیا باید بازیکن‌های ما از نظر فیزیکی به اندازه کافی قوی باشن، به اندازه کافی سرحال باشن، ریکاوری کرده باشن، مطمئن باشیم بازیکنامون ریکاوری کردن و آماده حضور در این تورنمنت هستن. شما ببینید چه فضایی اینجا هست و این بازیکن تیم قطر فاصله زیاد شجاع با بقیه، این ما 1 2 3 4 تا بازیکن داریم، یک بازیکن قطر اونجا هست، مهاجمشون این طرفه، اما تو به راحتی به این بازیکن میرسه و این بازیکن حالا در ادامه منطقه بازی اینجا عوض میکنه و شوت میزنه که بیرانوند سیو میکنه و از یک گل نجات میده تیم ایران رو. و ببینید بازم الان توی این یک ساختار دفاعی ایران هست، یه کورنر تیم ایران داره، اما ببینید به چه راحتی ما ضد حمله میدیم به تیم قطر، برای اینکه همه نفرات وارد محوطه جریمه شدن برای سر زدن. کسی بالای محوطه جریمه آماده جمع کردن توپای سوم نیست جلوی ضد حمله حریف رو بگیره. اون ریدینگ بازی خونی نیست اونجا و خیلی راحت قطر صاحب توپ میشه، توپو به عفیف اکرم میدن و اینجا ببینید چقدر راحت 1 در مقابل 1 شون 1 در مقابل 1 است. بازیکنی است که سرعت داره، تکنیک انفرادی خوبی داره، چپ و راست بسیار با پای چپ و راستش ضربه میزنه، شوت میزنه، دریبل میزنه. ما به این راحتی بازیکن رو در این منطقه 1 در مقابل 1 مقابل آخرین دفاعمون داریم که بازم به
ساختار تیمی، یعنی الزاماً فقط دفاع تیمی یا دفاع کردن نیست، ساختار در واقع ما چوب ساختار تیمیمون رو خوردیم و اینجا یک جای دیگه هست که باز ما می‌خوایم از ساختار تیم فوتبال ایران تیم ملی کشورمون صحبت کنیم. شما ببینید دوباره بهترین بازیکن این تیم یا تورنمنت به نظر من اکرم افری تا اینجا دوباره صاحب توپ شده. ببینید ما چند تا بازیکن داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن داریم. معزلی در اون منطقه اونوری زمینه و اینجا به جای که امید ابراهیمی، این یکی از در واقع در کار گروهی باید بهش نگاه کرد و باید ببینیم امید ابراهیمی چقدر عقب هست به جای اینکه امید ابراهیمی این وسط باشه و بازیخونی کنه و سعی کنه ارتباط در واقع چشم بین این بازیکن و منطقه مخالف رو اینجا قطع کنه و این بازیکن نتونه به این راحتی از این منطقه توپ رو عوض کنه. سامان قدوس و امید ابراهیمی هر دو حواسشون به توپ هست، هیچ کدومشون تو این منطقه قرار ندارن. اگه سامان قدوس اینجا بود این توپ تعویض منطقه بازی نمیشد و معزلی شوت از اون ور نمیزد. بازم میبینید که ما چیز نیستیم، باز بازیکن اونجا داره فرار میکنه. واقعا اون سختگیری لازم رو دفاع وسطای ما، اصلا خط دفاعی ما اون سختگیری لازم رو توی منطقه جریمه نه توی این بازی نه در بقیه بازی این تورنمنت ما نداشتیم و یکی از دلایلش این بود که و به همین دلیل ما موقعیت‌های زیادی رو توی این تورنمنت دادیم و از تقریبا همه تیم‌ها هم گل خوردیم توی این تورنمنت. این یکی دیگه از اون در واقع صحنه‌ها بود. حالا در مقابلش من یک صحنه از تیم قطر هم گرفتم، یک صحنه هم از سازمان تیم قطر گرفتم. به شما می‌بینید اینجا سامان قدوسی که از تکنیکی ترین و بهترین بازیکن‌های این تورنمنت و به دلیل تکنیک خوبش، فیزیک بدنی خوبش، نگاه خوبش داره در پرمیر لیگ هم بازی میکنه. شما ببینید سامان قدوس بازی قطعا تیم قطر آنالیز بهتری نسبت به ما انجام داده بود. شما ببینید این منطقه خطرناکی نیست. ما لازم واقعا نداریم که 4 تا بازیکن به دفعات الان در عکس‌های مختلف اگه بازی ایران رو ببینیم به دفعات میتونیم این سمت راست سمت چپ ایران ببینیم که همه خیلی هیجانی بازیکن‌های ایران خیلی هیجانی بازی میکنن. اون بازی هیجانی ما یه بار فکر میکنم خدمت شما صحبت کردم، یک بار با بازی هیجانی ما میتونیم یه تیم خوبی مثل ژاپن رو ببریم با نیروی انگیزه در واقع. اما اگر که قرار نباشه اصول بازی دفاعی رو، اصول بازی هجومی رو، هم اصول انفرادی بازی رو، هم اصول بازی کلکتیو بازی جمعی رو اگه قرار باشه رعایت نکنیم در نهایت ما شکست می‌خوریم در مقابل تیمایی که اصول بازی رو رعایت میکنن. اینجا ببینید یک در مقابل یک هست. بادی شیپ این بازیکن داره نشون میده که داره به اینجا توجه داره، این بازیکن به اینجا توجه داره و اگر که این توپ بخواد اینجا پاس داده بشه قطعا این میاد اینجا. نزدیکترین بازیکن به سامان قدوس، بازیکن جلوش هست و ارسال این توپ به این بازیکن اول تقریبا غیر ممکنه. اینجا جلوی دروازه منطقه‌ای که خطرناک است و دنجرس زون بخوایم بهش بگیم منطقه خطرناک. ببینید دفاع قطر سختگیری میکنه، مهاجم ما رو تقریبا گرفته، مهدی طاهری رو من کنار هم هستن. اگر سامان قدوس اینجا بخواد دریبل بزنه قطعا یکی از این بازیکن‌ها میاد و پوشش میده و منطقه آخر ببین سردار آزمون و جهانبخش اون منطقه آخر هستن که از دروازه دور هستن و خطرناک هستن. دفاع قطر با اونجا کار نداره، شیفت شده و یک بلاک دفاعی خیلی خوب و منسجمی رو اینجا ما از تیم قطر می‌بینیم. پس موفقیت شانسی نیست و اینکه الزاماً همیشه تیم‌های بهتر، تیم‌هایی که پرمهره‌تر هستن میتونن موفق باشن هم نشون داد که نیست و باید ما منسجم باشیم، تعادل تیمی رو داشته باشیم در طول مسابقه، در طول یک بازی، در طول یک تورنمنت تا بتونیم موفق بشیم. من در خدمت شما هستم. عرض دیگه بنده ندارم. ممنون، متشکرم از توضیحات شما.
اگر که در رابطه با ترکیب تیم ملی بخوایم صحبت کنیم، نظر شما چی است؟ تقریبا کمتر از 24 ساعت گذشته با هم صحبت کردیم در مورد تحلیل بازی ایران و ژاپن و شما یکی از دلایل موفقیت تیم ملی مقابل ژاپن رو نبود مهدی طارمی عنوان کردیم و یکی از صحبت‌هایی هم که عنوان داشتیم این بود که بهتر هست که به ترکیب برنده دست زده نشه. خب مهدی طارمی برگشت به ترکیب اصلی تیم ملی و طبق حالا نمرات بازیکن که اعلام شده یکی از ضعیف‌ترین بازیکنان تیم ملی ایران، من وبسایت خبر ورزشی رو چک می‌کردم، خبر ورزشی عنوان کرده بود ضعیف‌ترین بازیکن تیم ملی بوده. در این رابطه نظرتون حالا ببینید، حالا این که اصلا دلیلش چیه مهدی طارمی الان به این شکل داره بازی میکنه؟ بله آقای عداقی، ببینید اصلا مهم نیست که نمره چه نمره‌ای رو میگیریم. ما یه موقعی بعضی بازیکن‌ها میتونن، من بارها اینو دیدم، بعضی بازیکن‌ها میتونن نمرات ضعیفی رو هم بگیرن، اما وظایفی که مربی ازشون خواسته رو به خوبی انجام میدن. برای مثال در فاز دفاعی یا در لحظه ضد حمله عملکرد بسیار خوبی دارن و مربی فقط اون وظیفه رو از اونها میخواد. پس طبعا اون بازیکن، اگر ما به فاز هجومی بازی نگاه کنیم، مالکیت توپ نگاه کنیم و بقیه حوزه‌های بازی نگاه کنیم، امکان داره اون بازیکن نمره پایین بگیره. امکان داره که امروز آقای قلعه‌نویی یک وظیفه دیگه‌ای از طارمی خواسته و عملکرد طارمی عملکرد همیشگیش نداره. بهتره به جای اینکه راجع به عملکرد طارمی صحبت کنیم، راجع به عملکرد گروهی تیم صحبت کنیم. ببینید ژاپن در بازی قبل ما نفراتی تو زمین داشتیم، محبی، آقای محمدی، اگه اشتباه نکنم دفاع چپ. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاد که اینا بچه‌ای بودن که فیزیک بدنی بهتری دارن. قطعاً انگیزه آقای محبی از انگیزه آقای طارمی بسیار بالاتر است در این تورنمنت. انگیزه مهدی قائدی قطعاً بیشتر از آقای جهانبخش است در یک چنین تورنمنتی و این بچه‌ها عملکرد خوبی هم داشتن. یعنی قائدی به هر حال بازیکن ریزنقشی است و میتونست به نظر من به تیم ملی کمک کنه و محبی، من به هیچ عنوان متوجه نمیشم که چرا محبی این بازی رو شروع نکرد و نیمه دوم که اومد در یک یا دو صحنه هست که زمانی که ما داریم دفاع میکنیم، محبی یکی از عواملی هست که باعث میشه ما گل نخوریم. بازیکنی که در واقع بسیار تاثیرگذار بوده و متاسفانه در ترکیب تیم قرار نداشت و به نظر من امید ابراهیمی و جهانبخش باید خیلی زود در این بازی تعویض میشدن و در این فاصله 3-4 روزه بازی ژاپن تا قطر به نظر من اونا نتونستن ریکاوری کنن و اینو میتونیم هم یه نمره منفی به کادر تیم، کادر دالاپزشکی، کادر تیم، کادر فنی تیم بدیم و همین که سن بالاشون و قبل از تورنمنت هم من در یک آنالیز نوشته بودم که تیم ایران و استرالیا برای این تورنمنت قطعاً مشکل ریکاوری خواهند داشت. خاطر سن بالایی، میانگین سنی بالایی. فکر کنم تیم ملی ایران پیرترین تیم مسابقات حالا به هر حال زمانی که پیر باشید شما از یک طرف مثبت، از یک طرف منفی هست و باید بتونید اون تعادل رو نگه دارید. موقعی که تیم مسن‌تر باشه، بچهای با تجربه تری هستن، تجربه بهتری دارن و زمانی که جوان‌تر باشن مثل بعضی تیم‌ها که اومدن توی این تورنمنت خب تجربه کمتری دارن. اما اگر که شما میتونستیم ما از بچهای مثل اللهیار سیاد منش، از بچهای مثل حذاوی، اینا میتونستیم در این تورنمنت استفاده کنیم، به نظر من میشد بعضی از این بچه‌ها چیز داد، استراحت داد و در زمان مناسب‌تری ازشون بهره گرفت. بسیار عالی. و اینکه فکر می‌کنید بحث میزبانی، امتیاز میزبانی که قطر داشت چقدر امروز تاثیرگذار بود؟ موقعی که به بازی نگاه می‌کنیم قطعاً قطر فکر نمی‌کنم از امتیاز میزبانی استفاده کرد که مثلا پنالتی بگیره یا داور 50-50 رو به سمت اونا سود برای اونا سود بزنه. در صورت قطر امروز یه پنالتی قطر هم تو این بازی گم شد و اگر که داور سختگیر بود میتونست موقعی که بیرانوند بازیکن قطر رو هول داد، اون صحنه میتونست یه پنالتی برای تیم قطر باشه. و اینکه موقعیت‌های گلی که تیم قطر امروز درست کرد
بسیار بیشتر از تیم ایران بود و موقعیتایی بود که از روی یک بازی اصولی به دست اومد، نه از روی یک بازی احساسی. همونطور که روبروی ژاپن ما سانترای زیادی رو از جناین داشتیم، از هر جا توپای بلند داشتیم، امروز هم ما خیلی رو به سانترای بلند آوردیم، اما تیم قطر یه مقداری با انضباط‌تر بود و بهتر دفاع کردن به نسبت تیم ژاپن. بسیار عالی. و اینکه در رابطه با فینال نظر خاصی دارید؟ فکر می‌کنید شانس کدوم تیم حالا بیشتر هست برای قهرمان شدن در این رقابت؟ ببینید هر دو تا تیم به یه اندازه شانس دارن. تیمی که انسجام بهتری داشته باشه، تعادل تیمیشو بتونه در جریان بازی حفظ کنه و بهتر ریکاوری کنه، تا روز فینال تیم برنده خواهد. بسیار عالی. خیلی ممنون ممنون از وقتی که گذاشتین اختیار ما قرار دادین و صحبت‌هایی که انجام دادین.